بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکوهای بر یهود هست. وقتی به یهود دعوت داده میشد که شما ایمان بیارید به ما انزل الله، شما ایمان بیارید به آن کتابی که خدا نازل کرده بر قلب زیبای محمد رسول الله، اینها کبران می گفتن نؤمن بما انزل علینا، ما ایمان داریم به آنچه نازل کرده شده بر ما، یعنی ما مستمرا مؤمن بودیم، نستمر علی الایمان. و به واسطه موسی ما به اون چیز ایمان داریم که انزل علینا به واسطه موسی، یعنی تورات قبول داریم. و الله تعالی میگه و یکفرون بما وراء، انکار میکنن آن کتابی را که غیر تورات. ترتیب این شکوه به وجوه خمسه، اینها میگفتن ما نؤمن بما انزل علینا، در حالی که و یکفرون بما وراء، و الله تعالی میگه ما وراء را انکار میکنن. یعنی اینها افتخار دارن که مؤمن بما انزل هستن، بما انزل علینا مؤمنن. الله سبحانه و تعالی این ادعای آنها را که نؤمن بما انزل علینا به 5 طریق رد میکند. طریق اول الله تعالی و یکفرون بما وراءه، الله تعالی میگه و هو الحق، حالانکه ما وراء که انکار میکنن او حق است، حقی را انکار کردن. مؤمن و انکار حق در شان مؤمن نیست، حق را انکار کنن. خب اون ماورا هم حق است و هم مصدق لما معه، تصدیق میکند آن کتابی را که با آنها، مصدق ما انزل علینا را اینها انکار میکنند. واقعا این بد نیست، حق را انکار کنند، این خلاف ایمانه. او مصدق لما معهم را اینها انکار میکنن، چیزی که ما معهم آنها را با آنها هرچی هست این انکار میکنن. واقعا این هم زشته. خب به جای خود شما مؤمنی بما انزل علینا، افتخار میکنید که نؤمن بما انزل علینا، ما ایمان داریم بما انزل، چرا انبیاء را قتل کردید؟ تقاضای ایمان شما همینه که نبی بکشید. قل بگو بینها فلم تقتلون انبیاء الله، چرا شما قتل کردید بر انبیاء الهی را؟ من قبل از قرآن، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن به توراتید، آیا ایمان به تورات تقاضاش همینه که نبی بکشید؟ افتخار دارید که ما نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراء، حق را انکار میکنید. تقاضای ایمان شما حقی که باز هم مصدقا لما معهم و باز هم قتل انبیاء کردید. چرا کشید انبیاء را؟ من قبلا، اگر شما مؤمن بر تورات. اومده چهارم، خود موسی وقت رفت تورات بیاره، شما ایمان داشتید که گوساله را پرستش کردید؟ این ایمانه. ولقد جاءکم موسی بالبینات، آمد که شما موسی با بینات، یعنی با معجزات که دلالت داشتن. ثم اتخذتم العجل، باز از این همه معجزاتی که دیدید از موسی، ید بیضا، عصای موسی، فلک بحر، غرق فرعون، این همه معجزات باهره را شما دیدید. اون ارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، این همه آیات که دلیل بودن که آنها کافرن مجازات، این همه دیدید. ثم اتخذتم العجل من بعده، شما اتخاذ کردید گوساله را بعد از موسی اله و معبود. و انتم ظالمون، شما با اتخاذ گوساله را الها ظالم بودید. این ایمانه. و بعد هم تورات که وقتی آوردن، شما میگی نؤمن بما انزل علینا، کجا ایمان بما انزل علینا؟ احکام تورات را با قوت برداشتن کو بالای سر شما
ما شما را با زبان تسلیم کردیم و یاد کنیم لحظه که گرفتیم عهد و پیمان شما را و بلند کردیم بالای سر شما کورا و با قوت همین لحظه گفتیم خودو ما آتیناکم بقوت واسمو، بردارید اون کتابی را که ما به شما دادیم با قوت عمل کنید واسمو، خوب بشنوید دستوراتش را. قالو شما گفتی سمعنا، با زبان گفتی شنیدیم و قلبا و حالا گفتی عصینا، نافرمانی کردیم چون که تعمیل نکردن احتیاج و اشربوا فی قلوبهم العجل، نوش داده شده بودن در دلشان حب گوساله را. اشربوا معنی مثل که آب در تمام بدن سرایت میکند، محبت گوساله در تمام رگ و پی شما سرایت کرده بود، داده شده بودن در دلهایشان محبت گوساله را. حب العجل هست اینجا به سبب کفر ثابتی که اینها کردن. قل اگر تقاضای ایمان شما اینه که نبی بکشید، اگر ایمان شما اینه که حق را تکذیب کنید، اگر حقی که مصدقه، اگر ایمان شما اینه که گوساله پرستش کنید و اگر ایمان شما اینه که با قوت قهریه تسلیم بشید و تورات را بپذیرید، تو بیس ما کانو بیس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، خیلی بده آنچه که دستور میداد شما را به آن ایمان شما. یعنی قتل انبیا چیز بدیه، گوساله پرستی چیزی بدیه، زیر بار طاعت نرفتن و قوت قهری شما را آوردن و تسلیم کردن چیز خیلی بدیه. اگر شما ایمان دارید و ایمان خیلی بدی دارید، ایمانی که ندارید بگو بیت ما خیلی بده آنچه که یأمرکم به ایمانکم، به شما دستور میدهد ایمان شما، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنید به ذات و اعتقاد خود. قتل انبیاء تقاضای ایمانه، تکذیب حق مصدق لما معکم این تقاضای ایمانه. زیر بار تورات شما هم تورات کجا قبول کردید؟ پدران شما با قوت قهریه گفت سمعنا و با ترک عمل عصینا گفت، با زبان گفت سمعنا، وقتی عمل نکردن عصینا شدید. بعد از بیان وجوه خمسه اعلان مباینه آخر دیدن که این همه واضح تبلیغ ارشاد برای هدایت یهود بود. خباثت آنها را ادعای خوب بزرگی کردن، به 5 طریقه الله تعالی این دعوی آنها را تردید کرد. نبی کشتی، تورات را با قوت قهری تسلیم کردید، با زبان حق را تکذیب کردید. اکنون اینها ادعای کردن که جنت مال یهودی، لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا. اول یهودی و نصارا دیگر رد می کردن. حالا وقت پیغمبر مبعوث شد که به متحد شدن، الله تعالی اینها را بعد از بیان وجوه خمسه اعلان مباهله. قل ان کانت لکم الدار الاخره، اگر برای شما هست یهودی ها دار آخرت نزد خدا خالصا غیر از انسان، یعنی به صحابات یک کسی دار آخرت گیر نمیاد، دار آخرت مال یهوده، تو راه به اون دار آخرت موت هست. تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اون موتی که شما را به سرای آخرت میرساند، به جنت میرساند. جنت از آن عاشقان عزیر هست، از عاشقان علیه. تو فتمنوا الموت، چرا اینجا نشستی زن میکشی؟ آرزوی مرگ کنید که این مرگ شما را به جنت برین میبرد. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی بخواهید مرگ را بر کاذب از فریقین، پیشگویی بر عدم تمنی ولن یتمنوه ابدا. هرگز اینها اون موت را که کل ارتباطی اینها با خدا سینه نمیخواهند. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، به خاطر اون اعمال کفری و شرکی که خودشان انجام دادن، اون خیانت هایی که خودشان انجام دادن. میدانن که بعد از مرگ گرز هست، بعد از مرگ جزا هست، سزا هست. نماز نخواندن، روزه نگرفتن، حج نکردن، کفر کردن، جنایت کردن، خیانت کردن، به خاطر این اعمال هایشون میدانن که برای ما سخت تمام میشه.
والله علیم بالظالمین، الله میداند ظالمین را که آنها چقدر ظلم کردن، به اندازه ظلم آنها به آنها عذاب میده، به خاطر اینکه خیانت کردن 1000 سال عمر از خدا آرزو میکنن. و تو میبینی ای پیغمبران ها را حریصترین انسان ها بر زندگی علی نوع من الحیات هو المتطاوله مع الرفاهیت، زندگی باشد و خوشحالی و رفاهیت هم باشد، حریصترند علی حیات و حتی و من الذین اشرکوا، از مشرکین هم حریصترند. چرا؟ مشرک میگه ما با مرد کار ما تمام، اینها نه، اینها اعتقاد معاد را دارن، لیکن چون خیانت کردن در معاد گرد میخورن، لحظه آرزو میکنن که در این دنیا طولانی زندگی کنن و همینجا بخورن و عشق کنن. هر یهودی و نصرانی زندگی طولانی از خدا آرزو دارد. یود احدهم لا یعمر 1000 سنه، دوست دارد یکی از آنها عمر 1000 سال را، حالا شان این است عمر 1000 سال اینها را خارج نمی کند از عذاب. ببینید این ضمیر شان و به مضافی خبر مقدم ان یعمر مبتدا مؤخره، منطور عمر 1000 سال نیست خارج کننده آنها از عذاب. ان یعمر مبتدا مؤخره معنی میکنه عمر 1000 سال، چون ان جمله را به معنی مصدر میکنه. عمر 1000 سال نیست خارج کننده آنها از عذاب خدا. 1000 سال عمر هم مطابق تمنای آنها، به آنها هم بدم آخر مرگ، آخر جهنم. عمر طولانی میں اینها را از جهنم نجات میده. این خبر مقدم و مبتدا مؤخره. عمر 1000 سال مذهب و مخرج آنها از عذاب نیست. والله بصیر بما یعملون، الله تعالی آگاهی کامل دارد به آنچه اینها عمل میکنند. اکنون تا اینجا جواب شکوه و تردید یهود بود، اینها خود را مستحق جنت و وارث جنت می دانستند، لہذا اکنون از این قل من کان، جواب شبهات و اعتراضاتی که یهود مطرح کردند، الله تعالی جواب این شبهات و اعتراضات را از اینجا مطرح می کنند. شبهه اول دو شان نزول بیان کردند. یک شان نزول این شخصی به نام ابن سوریا، عبدالله ابن سوریا، سوال کرده صحابه از پیغمبر که وحی خود تو پیغمبری؟ بله. وحی کی میاره؟ جبرائیل. این جبرائیل دشمن قدیمیه، پدران مادران ما این کوبیده. اگر جبرائیل وحی نمی آورد میکائیل ما قبول میکرد. این جبرائیل از قدیم با پدران ما دشمنی دارد، با خود ما هم دشمنی دارد. و یا بعضی میگن حضرت عمر در مدرسه یهود داخل شد، آنجا اینها از حضرت عمر سوال کردن، از حضرت عمر سوال کردن. حضرت عمر همین جواب را داد که جبرائیل وحی میارد برای پیغمبر ما. بس اینها بی ایمان ها گفتن جبرائیل دشمن قدیمی ما قبول نداریم. این آیات نازل شدن و قرآن عظیم الشان آنها را خوب کوبید. الله سبحانه و تعالی غد اینها را کوبید که دیگه حد و مرزی. شان نزول را میخوام برای شما بخوانم. ابن سوریا یا حضرت عمر ان احد علمائهم وهو عبدالله ابن سوریا بود، یک از علماء بزرگی هم، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الملک الذي ينزل علیه بالوحی، فرشتے کی وحی با وحی بھی آیت کیے. پیغمبر فرمود وہ جبرائیل ہے. فقال ابن سوریا هو عدو اليهود، وہ دشمن یہود ہے، لانه انذرهم بخراب بیت المقدس فكانوا ما انذر به. ومن آیت شان نزول کہ عمر ابن خطاب دخل مدراسهم، در دستگاه بزرگ اینها رفت. فذکر جبرائیل، یاد جبرائیل کرد. فقالوا این مدرسین مراتب تقلید گفتن
ذاک عدونا، این دشمن ما ہے، یتل محمدا علی اسرارنا، به محمد اخبار میرسانه، اطلاع میرسانه از اسرار ما، و انه صاحب کل خسف و عذاب، هر خسف که تو زمین فرو میبرد و عذاب همین جبرئیل، و ان میکائیل ملک الرحمت، میکائیل فرشته رحمت است، ینزل بالغیث والرخاء، باران میارد، سرسبزی و شادابی و خوشحالی میارد. اللہ سبحانہ و تعالی کو قل بگو بین لعنتها من کان عدوا لجبریل، ہر کا باشد دشمن جبرائیل، این جزایش من شرط نہیں، ہر کا باشد دشمن جبرائیل فهو علی الخطأ المبین، او در اشتباه بسیار واضح و روشن ہے. چرا؟ فإنه نزله على قلبك بإذن الله، این جبرائیل نازل می کند بر قلب مبارک شما اے پیغمبر به حکم خدا. او قاصد ہے، او مامور ہے. دشمنی با مامور با آمر هست یا نه؟ و دشمنی با مامور، دشمنی با آمر مامور نیست. او خطا دارد، اشتباه دارد. چرا؟ که جبرئیل یک ماموریه. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، در حالی که ما نزل على قلبك مصدقا لما بین یدیه، تصدیق می کند و اول قرآن، آنچه را که قبل از قرآن بودن، تورات، انجیل، بس دوم قرآن، هدن هدایتی را نازل می کند، بلایی که نازل نمی کند، و بشرا للمؤمنین، بشارت نازل می کند برای مؤمنین، در حالی که ما نزله علی قلبک مصدقا لما بین یدیه، هدن و بشرا للمؤمنین هست. اوصاف کتب آسمانیه را اللہ سبحانہ و تعالی سماویہ را بیان کرد. اکنون اللہ تعالی اینجا می فرماید من کان عدوا لله، ہر کا دشمنی داشته باشد با خدا و ملائکته و فرشتگان خدا و رسله و پیامبران خدا، بالخصوص و جبریل و میکال، با جبریل و میکال دشمنی داشته باشد تو پس او کافر است. جزا کیه؟ و هر که با خدا دشمنی دارد، با فرشتگان، با انبیاء، با جبرائیل خصوصا و میکائیل، پس این جزایش است و کافر و کافر است. چرا؟ فإن الله عدو للکافرین، و الله هم دشمن است برای چنین کافرا. بعد اینجا میگو فإن الله عدو لهم، وضع ظاهر در موضع مضمر بجای ضمیر فإن الله عدو لهم گفت فإن الله عدو للکافرین، کفر اینها را ظاهر کرد، یعنی آنهایی که عداوت با جبرائیل و میکائیل دارند آنها کافرند. چرا؟ جبرائیل و میکائیل یک رابطند و یک واسطه هستند. خب بین ما و پیغمبر رابطه چیه؟ قانون خدا داره بیان میکنه. دشمنی با رابطه، دشمنی با دی رابطه. بین ما و بین پیغمبر رابطه کیه؟ پیام خدا را و پیام رسول را به ما کی ابلاغ کرده؟ صحابه بودن. صحابه را دشمنی با رسول الله دشمنی است. چرا؟ کتاب خدا را به ما کی انتقال داد؟ دین خدا را به ما کی انتقال داد؟ قانون ہے اگر جبرائیل بین خدا و بین رسول رابطه است، دشمنی با جبرائیل دشمنی با خدا هست و او کافر هست، پس کسی که کلام خدا را و پیام رسول را به ما انتقال داده است، بین ما و بین رسول رابطه،
تو دشمنی با رابط، دشمنی با دین، با رسوله، و دشمنی با رسول دشمنی با کیه؟ و دشمنی با خدا، دشمن خدا کافره. فإن الله عدو للکافرین. الف لام میم معوذه. قرآنی قانونی داره بیان میکنه. دشمنی با صحابه اینه بدانی دشمنی با رسول الله. و خطیبه ها هم روزهای جمعه میگه الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم. کسی که با صحابه محبت میکنه به خاطر من پیغمبر محبت میکنه. و من ابغضهم فببغضی ابغضهم. هر که با صحابه بغض دارد و به خاطری که با من بغض داره. روایتی که خطیبه های ما روزهای جمعه میخوانند ترغیب با زجر. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ. ترغیب همه زجر. ما نازل کردیم به جانب شما ای پیغمبر آیات واضح. کفر نمی کند بین آیات مگر اونها که فاسقند، یعنی عادتشون عدول از حق هست. آنها که عادت دارند که عدول کنند از حق، فاسق من خارج از فرمان خدا. او کلما عاهدوا عهدا. آیا کفر می کنند هر زمانی که عهد کنند؟ یعنی عادت قدیمی اینها، این همزه استفهام است و عاطفه است. معطوف علیه محذوف. اکفروا و کلما عاهدوا عهدا نبذوا فریقا. کفر می کنند هر زمانی که عهد کنند با عهد پیمانی. آیا کفر می کنند؟ و کلما عاهدوا عهدا نبذوا. و هر زمانی که عهد کنند عهدی تو پرت می کند این عهد را، یک دسته از آنها عهد را میشکنند، نادیده میگیرند. بل اکثرهم لا یؤمنون. بلکه اکثر آنها ایمان ندارند. لذا از عهد شکنی حراسی ندارند، چونکه ایمان ندارند. یهودی های موجود مؤمن نیستند. بل اکثرهم لا یؤمنون. ولقد جاءهم رسول من عند الله. حالا الله سبحانه و تعالی می فرماید مقتضی ایمان آمده پیش اینها رسول عظیم الشانی از جانب الله، مصدق لما معهم. تصدیق می کند این رسول کتابی که با آنها، دینی که آنها. ولما جاءهم رسول. هنگامی که آمد پیغمبر عظیم الشانی از نزد خدا تصدیق کننده لما معهم، تو چکار کردن؟ فرق نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. انداختن یک عده‌ای از آنها که کتاب داده شدند کتاب خدا را وراء ظهورهم، پشت سر. کأنهم لا یعلمون. گویا که اینها نمیدانند. تمام تورات اون قسمتش که در تعریف پیغمبر قرآن دین اسلام بود، همه اون اجزا را دیگه بردن تو ساخته گذاشتن و اصلا به پیش مردم ظاهر نکردن. اینقدر تورات نبود که هر کسی داشته باشه. تورات همون علماء نویسنده که با دست می نوشتن، اونها تورات داشتن. تورات را همه که نداشتن. اینقدر چاپخانه ای که نبود. و امروز چاپخانه است، قرآن در هر خانه است، لیکن داننده قرآن هست. خلاصه الله تعالی میگه وقتی آمد پیش اینها رسول بسیار عظیم الشان از نزد خدا، مصدقا لما معهم، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. یک دسته از علما که کتاب آنها داده شده بود، کتاب خدا را انداختن پشت سر همینطور برداشتن و انداختن. هرگز اینطور نکردن. مراد یعنی به اون آیاتی که در توصیف پیغمبر بود و احادیثی اصلا سخن نگفتن. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، پشت سر خود انداختن.
گویا که آنها هیچ نمیدانند این قسمت کتاب، این قسمت کتاب را آنها نمیدانند. چیزی را که انسان نداند با او چطور خود را مشغول کنه؟ درسته؟ یک آقای که قرآن خواندن بلد نیست میتونه خود را با قرآن مشغول کنه؟ شاید محبت کنه یک شبی بعضی ناخوانها ورق میزنن، ورق بزنه، بوسه بده، لیکن چطور قرآن را با خودش مشغول میکنه؟ وقتی خواندن قرآن را بلد نیست، قرآن را نمیداند، مفاهیم قرآن را نمیداند، او با قرآن میشه مشغول. لہذا اینها کتاب خدا را برای ظهورهم انداختند، چنان که گویا نمیدانند، مثل ناخوانده ها که کتاب قرآن جلب میکنند و میبرند تو تاقچه میگذارند، اونجا گرد و غبار هم میریزه بالا، اصلا او را باز نمیکنه، باز میکنه. پس اینها مثل ناخوانده ها با کتاب خدا برخورد کردند. خب اینها که ناخوان نبودند، خواننده بودند، بلد بودند. وقتی تورات را که خلاف آنها تورات باز میکردن، نبی آخر زمان تاریخ میکنند، صحابه را تاریخ میکنند، و در تورات بود محمد رسول الله والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم الی آخره ذلک مثلهم فی التورات. تورات نام رسول الله بود، محمد رسول الله بود، والذین معه بود. لذا این چطور بخواند؟ کسی که صحابه پیغمبر را دوست داشته باشد، رسول را دوست داشته باشد، این آیات برای اون لذت دارند. درسته یا نه؟ برای کسی که با پیغمبر، با رسول خدا، با صحابه رسول محبت نداشته باشد، این آیات برای او هیچ لذتی ندارد. خب اینها کتاب خدا را که برای ظهورهم انداختند. خب اینها عالمند. ملا وقتی از کتاب الهی اعراض کند حتما باید دست به یک چیزی بیاندازد. الله تعالی میگه علماء یهود وقتی نبی آمد، کتاب آمد، کتابی که قبلا با او مشغول بوده اون هم برای ظهورهم انداختند و به دنبال ترتنده ها افتاد. شبهی که بله ما نوشته داریم، ندای غیر الله را تایید میکنند، اون هم از کسی که شما او را نبی میدانید. یهود به ایمان حضرت سلیمان علیه السلام را نبی نمیدانید، این را یک ساحر و جادوگر و مقتدر دنیا میدانستند. گفتن این یک جادوگری بوده، از جادو این همه ثروت و امکانات و همه انس و جن و مور و مار از او اطاعت کرده. حضرت سلیمان علیه السلام را و کتابهایی که به حضرت سلیمان نسبت داده شده بودند، تورات که کتاب خدا بود، اینا گذاشتن دنبال اون نقشه های سلیمانی افتادن و اینها را از آن سلیمان علیه السلام میدانست. الله سبحانه و تعالی میگه که وقتی رسول آمد من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب الله را پر انداختن برای ظهورهم گویا که نمیدانند. و اتبعوا ما تتلو الشیاطین، و اینها اتباع کردن. حماقت اولینه که از کتاب خدا استدلال نگیرند. امروز هم بسیاری ها از کتاب خدا استدلال نمیگیرند، از کتاب خدا تبلیغ نمی کنند، دنبال این رساله و دنبال آن رساله می. چرا بابا از کتاب استدلال نمی؟ یک واعظی واعظ کرد، عوام خوش کننده بود، بعد که نشست گفت این واعظها را تو از کجا می؟ سندی برای واعظها داری؟ بله، احسن المواعظ. احسن المواعظ از کجا آورده؟ تو خبر داری؟ کتاب نمیشتی، مولوی تو کتاب نمیشتی.
بابا قرآن کتاب خدا هست، تو چرا از قرآن باز نمی کنی؟ آیا قرآن قصه ندارد؟ آیا قرآن مثال ندارد؟ آیا قرآن دلیل عقلی و نقلی ندارد؟ این ملاها کتاب خدا را پشت سر انداخت و اتباع کردن آن کتاب‌هایی را که شیاطین خوانده بودند. الا به معنی فی او ملک قبل از آن عهده، در زمان حکومت سلیمان علیه السلام و این کتاب‌ها را شیاطین خوانده بودند. الا به معنی فی در زمان حکومت سلیمان علیه السلام و می گفتن تو کسی را که پیغمبر قبول داری این کتاب سلیمان است، اینجا ندای غیر الله است، اینجا این همه چیزا ماست. کتابی که تو را پیغمبر قبول داری داریم سند برایت میاری. در حقیقت این کتابها را به سلیمان نسبت داده بود و این کتابها خوانده شدگان شیاطین بودند، شیطانهای انسی و جنی در زمان حضرت سلیمان علیه السلام ترفند کردند، سحر و جادو کردند شیاطین انس و جن. و بعد حضرت سلیمان اینها را گرفت، دفنشون کرد. اینها چیزهایی بودند، برد اینها را دفن کرد. بعد حضرت سلیمان این شیاطین اینها را استخراج کردند و در خون مردم دادند که اینها با این چیزها حضرت سلیمان بر شما حکومت کرده. بعد اینها همونطور به حضرت سلیمان نسبت داده شدند. تا یومنا هذا هم کتابی که همه خرافات است، سحر است و جادو است، نعوذ بالله به نام نقش سلیمانی است من جمله. و همه اینها سرپنده های شیاطین بودند که به دست این ملاهای یهودند و از دست ملاهای یهود امروز به دست ملاهای اسلامی هم افتاده است و با این کتابهای سحری و جادویی به جان مردم افتاده. الله سبحانه و تعالی می فرماید اینها کتاب خدا را پشت سر انداختند و اتباع کردند آنچه را که شیاطین خوانده بودند در زمان حکومت سلیمان. و در حقیقت اینها مال سلیمان نبوده، اینها دروغ میگن. جواب شبهه سومه که اینها را به سلیمان علیه السلام نسبت میدادند، حماقت ثالثانه و ما کفر سلیمان. ما کفر سلیمان همه مفسر نوشتن که ما سحر سلیمان. سلیمان علیه السلام سحر نکرده بود، سلیمان پیغمبر عظیم و شان جادوگر نبود، ولکن شیاطین کفرون، لیکن شیاطین های انسی و جنی کفر کردن یعنی سحر کردن. همه مفسر می نیستن ولکن شیاطین کفرون به معنی سحرون. چرا قرآن گفت ما کفر سلیمان نگفت ما سحر سلیمان؟ و چرا قرآن گفت ولکن شیاطین کفرون و نگفت ولکن شیاطین سحرون؟ و دلیل اینه که همین شیاطین تعلیم میدادن مردم را سحر. چکار میکردن؟ جمله حالیه هست. در حالی که این شیاطین تعلیم میدادن مردم را سحر، پس ولکن شیاطین کفروا به معنی سحروا، در حالی که سحر نشان میدادن مردم را. شاه عبدالعزیز رحمه الله در تفسیر عزیزیش نوشته کرده که سحر 15 نوع هست که همه انواع سحر به خاطر صدای غیر الله کفر. چون جادوگر باید شیاطین را بخواند، باید شیاطین انسی و جنی را بخواند تا شیطانها تسخیر بشن و مشکلات ایجاد کنند. اول اون غیر الله را حاضر ناظر مطلع بر غیوب میدانند و حافظ ابن قیم رحمه الله نوشته است که در سحر غیر الله میخوانند، غیر الله را میخوانند، بی خاطر سحر با تمام انواع خودش کفر. هر که سحر بکند کافر میشه و ساحر باید اول کفر کند تا سحرش به جای بیفته. خودی که حکایت میکرد
که گفت الان توبه کرده و رفته اول همه ادرار بچه های محله را میگیره، اینه با من سندش معتبره. گفت الان توبه کرده و با جماعت تبلیغی همراه شده. دیگه بچه ها را میگفت هر کسی بیا ادرار کنه 10 تومن بهش میدن. بچه ها را هر جای ادرار میگه تو کوچه و خیابان های اینها فرار میکردن میرفتن که 20 تومن میده، ادرار میکردن تو یک ظرفی و هر کس که میخواستن او را سحر و جادو اول با ادرار باید خود را غسل بده حتی نجس نشند این جادوگرهای کثیف و جادوگرها اینها اثر نمیکنه تا جادو بدون کفر نمیشه. ببین کفر را دانستن کفر نیست، کفر کردن کفر است. کسی کفر را میداند از دانستن کفر کافر نمیشه، کفر را انجام دادن کافر میشه. بین خاطر میگم سحرت سحر بلد بودن، در برابر حضرت موسی کلیم آمدن، لیکن وقتی فهمیدن توبه کردن علم آنها علم سحر آنها نرفت، علم سحر را داشتند و مؤمن شدند. یا هاروت و ماروت دو فرشته امتحانان آمدن و مردم را گفتند که اینها سحرند، ببینید با معجزه پیغمبر خلط نشه و یک امتحان الهی بودن، لحظه آنها کافر نشدند. بی خاطر و ما انزل علی الملکین دو معطوفه دارند، یکی ما تتل الشیاطین و یکی دیگر این سحر. دو ترکیب اتباع کردم این ملاها آن ترفنده هایی را که شیطان ها خوانده بودند و تلاوت کرده بودند یا از تلو هست دنبال کرده بودند. تتلو از تلو باشد، تلا یتلو تلاوت معنی خواندنه، تلا یتلو تلو معنی دنبال کردنه. اتباع کردن ما تتلو شیاطین را و همچنین اتباع کردن ما انزل علی الملکین، آنچه را که بر دو فرشته نازل شده بود. انزل به معنی الهمه هست، به معنی اعلام و الهام از معالم. انزل به معنی الهمه علی الملکین. این هم شبهه‌ای که اینها میگفتن از هاروت و ماروت فرشته، ما سند و مدرک داریم که ندای غیر الله ثابت است. الله تعالی فرمود اونها امتحان و آزمایش بودن. اون دو تا فرشته یکی هاروت بود و یکی ماروت، اینها در شهر بابل در عراق بر فرشته ها تمام اون ترفنده های سحری الهام شد. و ما یعلمان من احد، این دو تا فرشته خبر نمی کردن هیچ احدی را. این یعلمان هم خوانده شده است. یا تعلیم نمی دادن این دو فرشته هیچ احدی را، حتی که می گفتن احتیاطاً که انما نحن فتنتون، جزی نیست که ما آزمایش امتحان خداوندیه، وجود ما هم امتحان خداوندی است. ببینید فلا تکفر، شما بعد از دانستنش سحر کفر نکنید با سحر و اعتقاد به سحر. بالعمل و اعتقاد شما کفر نکنید که بعد از آموزش چه کسی نجات می‌یابد و چه کسی نجات نمی‌یابد. ما وجود ما امتحان خداوندی است که بعد از دانستن سحر و جادو چه کسی سحر میکند و هلاک میشه و چه کسی ترک میدهد و نمیکند اعتقادا و نجات می‌یابد. پس نتیجتا این انسانها یاد گرفتند از اون دو فرشته، اون تمام کانالی را که جدا میکردن با آن کانال بین مرد و زن، کانال های سحر را و ترفنده های سحر را یاد گرفتن و شروع کردن با عمل کردن. و در حقیقت
معلوم میشه که این جادوگرها هم یک نقشی دارن. قرآن میگه نه و ما هم بضارین بهی من احد، نیستن این سحرها و جادوگرها ضرر دهنده با جادو هیچ احدی را الا به اذن الله، مگر به حکم خدا و امر و قضای خدا. و ایشون بختان خلاف تعالیم فرشتگان یاد گرفتن اون سرپنده هایی را که ضرر داشت برای آنها، چون شرک و کفر بود و نفعی نداشت برای آنها، و لحاظا آنها کافر و مشرک شدند. ترجمه آیات را سروران گرامی من به خدمت شما عرض کردم و توجیه آیات همینه که سحر و جادو و معجزه انبیا با هم خلط بود. الله تعالی دو فرشته را به صورت نه به صورت فرشته فرستاد تا که اون رموزه های سحری را به این مردم آموزش بدن تا مردم بدانند. مثل این سروران گرامی کسی بلده که تلویزیون را یا فیلم برداری کنه و یک شخصی که در زندگی فیلم ندیده، صفحه تلویزیون ندیده، برای او حیرت زده نیست؟ و کسی بره در جایی که در زندگی فیلم ندیده فیلم برداری کنه و بعد به مردم نشان بده ببینی این قدرت من چنین کار میکنم، من شما را بردن تو اون صفحه تلویزیون، ببین عکس تو. حالا امروزی چیز عادی همه مردم میدانن و همه مردم فیلم برداری نمیکنن. یکی فیلم برداری کنه بعد این فیلم برداری ها را ببره پیش مردمی که در زندگی ندیدن و بگین کرامت من شما را اینجا نشان میدم، همه شما را بردم اونجا و اون مردم دهشت زده نمیشن. بله الان این چون تلویزیون عادی شده برای همه انسان ها، همه انسان ها میدانن و کسی نمیتواند از این کار کسی را فریب بده، چون همه بچه ها هم میدانن و نمیدانن فیلم برداری کنن، بچه ها هم میدانن. لیکن اگر کسی برگردیم به 200 سال قبل این فیلم را میبرد، مردم میدانستن یا فریب میخوردن؟ خیلی فریب میخوردن. لحاظا فرشتگان آمدن که تا تمام رموزه های سحری را به مردم نشان بدن تا که بین سحر و معجزه فرق بشه. و فرشتگان هم گفتن که ببینید این آموزش یک امتحان الهی است و خدا که امتحان بکنه کسی اعتراض داره. داشتن شی و دانستن شی این گناه نیست، مذموم نیست. حالا قوت زنا، قوت دزدی، اینها بدن خب دارن همه، لحاظا کردنش بده، دانستنش قوت چیز را داشتن این که بد نیست. توفان چیزی بدی نیست، برای دفع شر است، لیکن اینا ایمان کردن و مسلمان کشتن دیگه چیزی بدی میشه. دست که چیزی بدی نیست، با دست جنایت کردن بده، دست بد نیست، پا بد نیست، با پا جنایت کردن بده. پس الله تعالی آموزش میداد به واسطه فرشتگان تا که این انسان ها بین معجزه و بین سحر فرق قائل بشه. معجزه چیزی که هر که نمیتونه، معجزه به قدرت رب العالمین هست، معجزه روی چشم نیست، یک حقیقته. جادوگرها سحروا اعین الناس، چشم مردم ها را مسحور کردن. اونها فکر کردن که این ریزه ها و این چوبه ها که سحره فرعون انداخته اینها هم دارن حرکت میکنن. لیکن معجزه موسی حقیقت اژدها شد، همه را فرو برد. وقتی همه را فرو برد و هیچ چیزی در میدان باقی نماند، ساحرین که علم سحر را داشتن پی بردن که این سحری نیست. سحر قدرت نداره یک چوبی دیگر را از بین ببره، یک ریسمان دیگر را از بین ببره، نه یک ریسمان، 15,000 ریسمان و سحر را همه از بین برد. و بعد وقتی گرفته شد
چوب خشک و از هزاران چوب و هزاران ریسمان که این هم سحر کرده مردم چشم مردم را، هیچ چیزی در میدان باقی دیده نشد. سحره کاملا متوجه شدن که این پیغمبر خدا هست و این معجزه هست، این سحر نیست. این خاطر با قدرت تمام ایمان آوردن. آمنا به رب هارون و موسی گفتن و از تهدید فرعون نسحر است. اون علم ساحری ساحرها را آگاه کرد که موسی ساحری نیست، موسی پیغمبریه و این معجزه. سحر این قدرت را ندارد. و سروران گرامی، این هم اعتراضات آنها شبهاتی بودند که راجع به هاروت و ماروت داشتن، راجع به کتابهایی که به سلیمان نسبت داده شده بودند. الله سبحانه و تعالی می فرماید این ملاها از تورات سند نمیگیرند، از انجیل سند نمیگیرند. سند اینها اون ترفندهایی هستند و اون کتابهایی هستند که شیاطین انس و جن در عهد سلیمان خواندند و بعد از سلیمان اینها در دنیا پخش شدند. مقداری گرفته شدن، مقداری را بردن مخفی کردن. بعد از وفات حضرت سلیمان این جنها دیگه آزاد شدن نشدن. و بعد حضرت سلیمان از دنیا رفت، همه جنها دیگه فراری شدن. در زمان سلیمان الله تعالی معجزه حضرت سلیمان کرده بود که فرشته‌ها این جنها را تسخیر کرده بودن. متمردین را با زنجیر می‌بستند می‌انداختند. بعد از سلیمان همون کتابها را که در زمان سلیمان مخفی کرده بودن اخراج کردند و بخور مردم دادن و گفتن اینها مال سلیمان است. الله سبحانه و تعالی میگه ببینید اینها کتاب خدا را پشت سر انداختند، دو دنبال ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما انزل علی الملکین، اینها را دنبال کردند. اونها امتحان بودن، آزمایش بودن و یاد گرفتن آنچه که برایشون ضرر داشت و برای آنها سودی نداشت. ولقد علموا، و خود این ملاها در تورات و انجیل خواندند و میدانند که البته هر کسی که سحر بکند، این عمل را مشغله خود بخوند، اشتراه و اختاره و استبدله به کتاب الله، کتابهای سحری و جادویی را به مقابل کتاب خدا اختراع کند، ماله فی الاخرة من خلاق، اون بدبخت در آخرت هیچ سهمی از نعمت آخرت ندارد، چون کافره و کافر سهمی ندارد. ولبئس ما شروا به انفسهم، خیلی بده اون سحری که فروختن به مقابل آن سحر جانهای خود را و مقابل آن پول گرفتن. لو کانوا یعلمون، ای کاش که اینها یک ذره میدانستند. علمی که در آن عمل نباشد اون کل عدمه. اول خدا میگه اینها میدانند و بعد میگه ای کاش که میدانستند. ای کاش که اینها میدانستند زنی را به مقابل باقی ترجیح نمیدادند. امروز شهر زاهدان کم ملا ندارد، کم آقا ندارد که نشستن و کارشون ترفند بازیه، همین سحر و جادوه و همه پول میخرن و نشستن و دکان درست کرد. یکی را میگفتن که نامش هم مولویه و همه علم خوانده، خدا نجات بدهد، از ته ریش را تراشیده و نشسته و صبح تا ظهر یک زنه که جلوی اون نشسته و ترفند. و تا جای اینها دروغ گفتن که میخوام به ذریعه سحر و جادو زندانی های خود را هم فراری کنند. این همه دروغ. مسلمان ها بیدار باشید، این ترفنده های امروزی نیستند، این حقایق که قرآن عظیم و شان میگوید. و آنهایی که دنبال سحر و جادوان، یفرقون بین المرء و زوجه، اختلاف، نزاع، این چیزها را ایجاد میکنن، الله تعالی میگه نه در آخرت هیچ سهمی ندارد. البته کسی اعتقادش راسخ باشد، جادوگر هیچ غلطی نمی کند و ما هم بضارین به من احد. و من به شما بگم اگر شما از ته دل این سوره مبارکه بقره را بخوانید و بالخصوص 10 آیه از این سوره را شما علی دوام بخوانید، هیچ سحر ساحر انشاءالله بر شما اثر انداز نمیشه. 4 آیه از اول سوره این حضرت استاد از روایات نقل کرده و آیه کرسی را با 2 آیه بعد و آخرین رکوع
سوره را اینها مجموعاً 10 آیه میشن. 4 از اول سوره تا اولئک هم المفلحون، آیه کرسی با 2 آیه بعد و همچنین آخرین رکوع که 3 آیه هست، از لله ما فی السماوات و ما فی الارض تا آخر. اینها 10 آیه هست. هر کم مرتبا اینها را بخوانه و خود را دم بکند، انشاءالله سحر هیچ ساحری بر او اثر انداز نمیشه. و همچنین بزرگان نوشتن که برای ابطال سحر و جادو خواندن سوره بقره بسیار مفید و اعتقاد هم باشد، و خصوصا معوذتین که برای ابطال سحری که دختران یهودی بر علیه پیغمبر اسلام سحر کردند و رسول پاک صلی الله علیه و سلم احساس ناراحتی کردند، این معوذتین را خدا نازل کرد و کسی این معوذتین را صبح و شام 3 مرتبه بخواند و بر تمام دستهای خود دم بکند و بر بدن خود بمالد، انشاءالله و اعتقاد هم داشته باشد و بداند که من چی میگویم، انشاءالله سحر هیچ ساحری بر او اثر نمیکند. بله، الله سبحانه و تعالی کلمات استعاذه در قرآن برای حفاظت حامل قرآن نازل کرده. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. بزرگترین کلمات استعاذه الله تعالی در معوذتین گذاشته و هر که اینها را بخواند، رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. کسی با اعتقاد این کلمات را بخواند و برای حامل قرآن بسیار لازم است که او با خواندن قرآن و با این کلمات استعاذه خود را از شر شیاطین انس و جن حفاظت کند. بله، خدا هم کلمات استعاذه به ما تعلیم داده، به حامل قرآن خصوصا. اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. رئیس همه شیاطین و انس و جن ابلیس لعنتیه. از شر او خدا به حامل قرآن گفته، به تالی قرآن گفته به پناه من بیا. او خناسه، وقتی نام خدا یاد بشه او نمیتونه تاب بیاد. بله، سحر و جادو بر انسان غافل، بر انسان ناپاک، بر انسانی که به خدا متکی نیست، اسلی اسبابهای دیگر یک سببیه. و اونهایی که سحر کنن و از تعویذ سحری ها استفاده کنن، خدا میگه اینها سهمی در آخرت ندارن. این قرآن میگه ولقد علموا لمن اشتراه. اینها در تورات خواندند و میدانند که هر کس اختیار سحر کند نیست برای او در آخرت هیچ سهمی از نعمتهای آخرت. بله، سهمی از جهنم هست لیکن سهمی از نعمتهای آخرت ندارد، چون او کافر میشه. ولبئس ما شروا به انفسهم. الله تعالی میگه خیلی بده اون سحر که فروختن در مقابل آن جانهای خود را. لا کانوا یعلمون. ای کاش که این یهودی های بدبخت میدانستند که پانی را در برابر باقی و دنی را در برابر عالی ترجیح نمیدادند. به خاطر حطام دنیا ملاهای یهود و نصارا بدبخت شدن، دنبال سحر و جادو شدن. امروز هم سحر و جادو میکنن، اون روز هم میکردن. امروز اون مسلمانه و اون مؤمنه که برای تعویض پیش سیک بره، میره تعویض از سیکا میگیره. اینها را باید خدا و رسول و قرآن نیست. اینها نباید خود را مؤمن بگه، که خود را سیک بگه که بره از سیک تعویض بگیره برای محبت یا برای جلب توجه. اینها برای همیشه سهمی ندارند. ولو انهم آمنو، اگر این یهودی ها به جای کفر ایمان به قرآن و به رسول می آوردند و به کتاب های آسمانی و می ترسیدن از متابعت منسوخ، کتاب منسوخ را و کتاب های سحری را،
دنبال نمی کرده ان مطابقت المنسوخ تورات و کتب سحر، اگر اینها تقوا می کردن تفسیر محایمی، تو البته جزایی که به آنها می رسد از نزد خدا خیر. ببینید این جزایش را مقدر هم می کنه سیوطی. اگر اینها ایمان می آوردن به قرآن و به پیغمبر و به معاد، به جای کفر و تقوا می کردن، اجتناب می کردن از مطابقت کتب منسوخه و از کتب سحر، تو جزا داده می شدن. لأثیبو، جزا داده می شدن. البته جزایی که نزد خدا هست من عند الله هست، هزاران درجه بهتره از این دوغرانی که بدبخت تو میری سحر و تعویذ میگیری به خاطر اینکه شوهر با تو محبت کند. ایک خاک بر سر تو برای یک دقیقه محبت شوهر تو آخرت را به باد میدی. یک دقیقه محبت شوهر آخرت را تو به باد میدی. ایک خاک بر سر، تو چرا به خدا ایمان نداری و از نعمتهای آخرت خود را بے نصیب می‌کنی؟ همین قرآن عظیم و شان ترغیب میدهد که نروید دنبال سحرها و جادوها به خاطر 4 دقیقه لذت شوهر تو برای همیشه خود را مستحق جهنم میکنی. میری ایمان خود را میدی و سحر و جادو از کی میگیری؟ از سیک لعنتی میگیری. سیک که در کفرش کسی شک هم نداره. دیگه اون مولایی که ریش را تراشیده و سبیل را کلفت کرده و همیشه در کمین سیدی هست، تو چطور میره اونجا؟ تو را ایمان تو چطور اجازه میده؟ خدا نجات بدهد. قرآن هیچ چیزی نگذاشته سروران نجات. بعد از رفع شبهات اینها از کانال دیگر آمد. قرآن گفت این ترفنده ها و کتابه هایی که نعوذ بالله به سلیمان پاک نسبت میدن و این ترفنده هایی را که به هاروت فرشتگان معصوم خدا نسبت میدن، خب اینجا یک حرفی فقط اشارهش میکنم که سهایی کردن راجع به هاروت و ماروت. من اشاره میکنم، شما در تفسیرها میبینید اون قصه باطله. میگه هاروت و ماروت و فرشتگان بر اعمال سیاه انسانها ایراد گرفتن. الله تعالی به فرشتگان گفت تو فرشتها ایراد نگیرید به اعمال سیاه بندگان، اگر آنچه را که من به بندگان دادم شما را بدم شما هم همین طور میشید. من به آنها نفسی دادم، غریزه شهوانی و غریزه خوردن و نوشیدن را من به اینها دادم. اینها در امتحانن، اونها با اون غریزه شهوانی مبتلای هوا و هوس میشن و شما ایراد نگیرید. اگر میخواهید تا من شما را امتحان کنم، من همون غریزه ای را که به انسان دادم به شما میدم. در میان فرشتگان از همه عابدتر، متقیتر و به اصطلاح صوفیتر هاروت و ماروت بودند. الله تعالی قوای شهوانی بر اینها سوار کرد، قوای بطن و شرب و نوش را هم به اینها داد. خدا اینها را امتحان کرد به زمین پر استاد عبادت کنید، زنا نکنید، دزدی نکنید، شراب نخورید. لحظه آنها بعد صوفی صاحب بودند، اینجا عبادت کردند و کردند و نفس مهار کردند و مهار کردند. یک روزی خانمی آمد به نام زهره. تا دیدن خانم زهره را دیگه حوصله‌شون پس شد. درخواست کردن به خانم زهره که خانم زهره شما التفاتی کنید. گفت امکان ندارد تا شراب نخورید. شراب خورد. باز التفات کردن، خانم زهره گفت امکان ندارد مگر شوهر من بکشید. خلاصه هر روز خانم زهره یک ترفندی و آنها اجابت کردن و نتیجتا اینها هنوز خانم زهره حاضر نشد. آخر کار گفتن که خانم زهره گفت اون کلماتی که شما به آن کلمات را میخوانید و به پرواز در میایید و میرید به آسمان، لحاظا اون کلمات را به من تعلیم بدید، بعد من حاضرم از شما اطاعت کنم.
جانم را تسلیم جان شما کنم. حضرت فرشته‌ها این طرف کردن، آخر مجبور شدن غریزه فشار آورد، کلمات اسماء اعظم را آموزش دادم به خانم زهره و خانم زهره به پرواز در آمد و رفت در آسمان و ستاره ثریا شد. و این هر الله تعالی بین عذاب دنیا و آخرت اختیار داد که این همه جنایت کردید، قتل کردید، شرک کردید، بت پرستی هم گرفت از اینا، سجده بت هم گرفت، زنا کردید، زنایی که نشد تا مقدمه است، لحظه عذاب دنیا میخواهید یا عذاب آخرت؟ گفتن عذاب دنیا آخر فنا میشه، ما به آخرت چرا معذب بشیم رمیشه. الان این فرشته ها آویزانند در بابل، در چایی به پا آویزانند، معذب میشه. این قصه در تفاسیر نقل شده و اکثر مفسرین نقل کردند و بسیار رد کردند و حتی بعضی تا این اندازه هم گفتن که کسی این اعتقاد را کند کافر میشه. ما هم به شما میگیم این قصه باطله. در حاشیه تفسیر دلاله نوشته، حالا مولا میبینه حاشیه را تردید شده میبینه و هر جای این قصه را تفسیر این آیات بگوید، موضوع این آیات بگوید، آیات کلمات واضح من برای شما مطلب صحیح را عرض کردم. مفسرین همین مطلب را ذکر کردن که این قصه را برای این آیات تفسیر بیان کند، بعضی ها که تا حد کفر بهش گفتن. نقل کفر نباشه، ما تردید کردیم. فرشته مخلوقیه، لا یعصون الله ما امرهم، همه برای اجرای حکم آدم و آدمیت ذات تسلیم شدن. فسجد الملائکه كلهم اجمعون. لحاظ این قصه باطله، تفسیر آیات همونه، هیچ چیزی نبوده. این از اون اسرائیلیات باطل هستن که تفاسیر هم نقلشون کردن. هاروت و ماروت ایرادگر نبودن، اینها امتحان الهی بودن اون که بین سحر و معجزه فرق را به مردم نشان بدن. گفتن این سحر، این معجزه هست، معجزه اینطور نیست، روی حقیقته، کفر نکنید. خب بعد از رفع شبهات به مسلمانان تذکر داده شد که یهود چنان کلمات مهم شرک استعمال میکنن تا که شما را مثل خودشان دچار شرک کنند. یهودی ها دیدن از این کانال ما به جای نرسیدیم، همه کارهای ما را، همه ترفنده های ما را، همه مسیره های شوم ما را قرآنی که بعد از دیگری رد کرد، تردید کرد. لحاظا خواستن کلمات مهم شرک در خور صحابه بدن. رائنا، گوش کنید، اگر این از باب راعا یرائی مراعات باشد به معنی ملاحظت، رائنا صیغه امره، یعنی ملاحظه ما را بفرمایید، لحاظ ما را بفرمایید، به طرف ما توجه بفرمایید. این معنا هیچ خرابی و اشتباهی نداره. لیکن یهودی ها میخواستن اول رائنا بگن، بعد از رائنا بگن که بله پیغمبر محافظ بوده، پیغمبر محافظ جان و مال است، اعتقاد صحابه را خراب کنه. یا اینها کبیسه ها زبان خود را کج میکردن، چنانچه قرآن عظیم و شان جای دیگر میگه رائنا را کمی لحجه قل رائنا، این دو معنی دارد، از رعونت به معنی احمق، یا از رعا یرعی، از رعا یرعی، راعی به معنی چوپان، چوپان ما. پیغمبر علیه السلام را به زعم خود اهانت میکردن. رائینا فرق میکنه نی؟ اگر عربی باشد از رعا یرعی، رائن، او وقتی مضاف بشه میشه رائینا. اینها رائنا را کج میکن، رائینا ظاهر اینه که از باب مراعات است، راعا یراعی مراعات که معنیش من عرض کردم. اینها زبان کج میکردن و راعینا یعنی چوپان ما. یا از رعونت هست به معنای احمق.
این خاطر الله تعالی گفت حق نداری بگی راینا. اگر خاصی توجه پیغمبر به طرف شما متوجه انظرنا، چی بگی؟ انظرنا. و منافقین هم در لیست مؤمنین بودن. یک کسانی که شما ایمان آورده اید نگویید راینا و بگویید به جای این انظرنا واسمعوا، خوب هم گوش کنید سبق پیغمبر را، تلاوت پیغمبر را استماع کنید که ضرورت انظرها هم نیفتد. شما وقت کلمه را فهمیدید دیگر دو مرتبه نگید انظرنا، واسمعوا خوب گوش کنید استماع کنید. وللکافرین عذاب مهین، برای این چنین کافرها که با کلمات موهمه شرک یا کلمات موهمه اهانت پیغمبر را اهانت میکنند، اینها کافر شدند و برای این کافرها عذاب مهین است. چرا اینطور میکنند؟ چرا این شرارت میکنند؟ پیغمبر علیه السلام را اهانت میکنند، صحابه را میخواهند دچار شرک و کفر بکنند. چرا؟ الله تعالی میگه اینها خیلی حاسدن بی ایمان، دوست ندارن بر شما خیری بیاید. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب، دوست ندارن کفار از اهل کتاب و مولوی و اهل کتاب. ما یود الذین کفروا، الذین کفروا مبهم ہے نہیں، من اهل الكتاب بیان کن. حالا تاقا میگه ملا که دنبال سیر بره جادو بره نعوذ بالله پیغمبر اهانت کنه کافر میشه. ملا هم باشد کافر میشه، آخوند هم باشد کافر میشه، هر که باشد اینها کتاب داشتن. الله تعالی میگه دوست ندارن آنهایی که کفر کردن. اینا کیان؟ من اهل الكتاب، از اینها که خوب کتاب دارن، تورات، انجیل، زبور، صحائف، کتابخانه، خانقاه، مدرسه. و نه مشرکین، دوست ندارن که نازل کرده شود بر شما خیری از جانب رب شما. حالا که خدا به خاطر اینها جلوی خیر را از بندگان که محل خیرند هرگز نمیگیرد، الله اختصاص میدهد به رحمتهای خودش هر کس را که بخواهد و الله صاحب فضل عظیم. الله رحمت نبوت را و رحمت سعادت و رسالت را بر سر پیغمبر گذاشته، بر بنی اسماعیل گذاشته. خب اینها یک شبهه دیگر ایراد کردن. کتاب مال رب العالمینه. چرا؟ بله، اگر کتاب رب العالمینه چرا این حکمها تغییر میکنن؟ یک روزی دستور قبله بیت المقدس باشه، یک روزی دستور اینه قبله بیت الله باشه، یک روز یک حکم، روزی دیگر حکم دیگر میآید. اگر این کتاب مال رب العالمین میشد حکمش تغییر نمیکرد. الله سبحانه و تعالی میگه این منسوخ کردن این اختیار ماست. در نسخ آیات که یک حکمی را ما منسوخ میکنیم هدف اینه که چیزی بهتر از او بیاریم، در ثواب یا در نفع یا در حق، یا مثل او بیاری در ثواب لیکن در نفع و در مصلحت برتری داشته باشه. و دیگه اینه که الله اختیاردار کله. حالا به طور کلی سروران گرامی مسئله نسخ که آیات منسوخ میشن و در عصر رسول الله آیات منسوخ میشدن و الان هم بسیار آیات را میگه حکمشون منسوخه. حکمت چیه؟ حکمت سروران گرامی تعویض نسخه علاج. حکیم تا یک هفته یک نسخه را برای مریضی تجویز میکنه، هفته بعد فوراً حکیم ماهر و دکتر ماهر نسخه را
تغییر میده. مثلا میگه قرصیه، تو باید روز اول 1/4 بخوری، روز دوم نصف بخوری و روز سوم 3/3 بخوری، 3/4 بخوری و روز 4 قرص کامل بخوری. حالا کسی اعتراض میکنه؟ هرگز اعتراض نمیکنه. بسیاری دواها تدریجی اضافه میشن، بسیار دواها کاملا نسخهشون عوض میشه. الله سبحانه و تعالی با علم کامل خودش یک آیه را تا یک زمانی نازل کرده. زمان که تکمیل شد آمد که دیگه بیشتر برای این عمل نکن. بله، حالا به طور مثال شراب در زمان نزول قرآن چنان نوشیده میشد که چای شریف امروز هر خانه اکثریت انسانها شراب می نوشید، بعضی ها علی الدوام و بعضی ها حسب طاقت خود. گاه اول الله تعالی گفت که در شراب منفعت هست لیکن ضررش از منفعتش بیشتر. بسیار انسانهای عاقل ترک داد، کسی که ضررش بیشتره چرا ما استفاده کنیم، منفعتش کمه، منافع هست و ضرر سنگین‌تری داره. بسیار انسانها ولش کنند. همینطوری که بسیار انسانها میگن در چای فایده نیست، ما چرا بکنیم، وقت ما ضایع میشه، نمیخورن چای. بله حتما سودی نداره. چای چیه؟ من به شما قول میدم چای نیاز بشر نیست، بدون چای هم شما و من زنده میمانیم. سالهای سال چای نخورید بلکه هنوز شما قوی‌تر میشید، ضعیف‌تر نمیشید. چای برای قوت باز ضرر دارد. به این خاطر سروران گرامی مرتبه دوم قرآن آمد گفت ما در زمان نماز، در اوقات نماز حق نداری شراب بخوری، ممنوع شد. انا منسوخ کرد، مباحیت را منسوخ کرد و حکم تحریم شراب که موقت به اوقات نماز بود اینو منسوخ کرد و یکتر گفت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. پلیده، اجتناب. ایراد گرفتن که آیات منسوخ چرا منسوخ میشه. الله تعالی اول حکمت بیان کرد، من میخواهم نسخه سودمندتر برای شما بیارم، در ثواب بهتر باشد، در نفع بهتر باشد، یا در هر دو بهتر باشد. هم ثوابی بیشتری داشته باشد اون آیات برای شما و هم نفعی بیشتر داشته باشد. یا فرمود مثل اون آیه باشد، در ثواب مثل اوه لیکن منفعت و مصلحتش بهتره. و بعد فرمود ارتشترا ندارد، خالق کل دلائل. ما ننسخ من آیت، آنچه ما منسوخ میکنیم از آیات. خب نسخ بده صورت سروران گرامی، نسخ لفظ و معنا یک صورت، نسخ لفظ معنا هست. مثلا الشیخ و الشیخ خطو اضافه پرچم همه آیه هست، حکمش هست، لفظش منسوخ در قرآن نیست. حکم باشد لفظ منسوخ بشه، یا لفظ هست حکمش منسوخه. چنانچه که ما میخوانیم بسیار آیاتان که اینها رو میگیم منسوخه با فلان آیه. فهمیدید یا نه؟ میخوانیم آیه های منسوخ را که حکمشون منسوخه و لفظشون در قرآن هست. حالا الله سبحانه و تعالی میگه آن آیه‌ای که ما منسوخ میکنیم لفظاً یا معناً او ننسها، یا از ذهن شما پاک میکنیم آن را، منسوخ لفظیه، تو نعت بخیر منها. این حکیمانه جواب داد، ما میاریم بهتر از اون آیه منسوخ شده لفظاً و معناً، یا تنها
معنی یا تنها لفظن ما میاریم بهتر از اون آیه منسوخه در ثواب یا در نفع یا در هر دو بهتره، هم ثواب بیشتری دارد هم نفع بیشتری دارد. یا مثل اون آیه منسوخه در ثواب نه در نفع و نه در مصلحت، مصلحتش که بهتره، ثوابش مثل همون آیه منسوخه. این جواب حکیمانه که تعویض نسخه در نظره و حکمت و مصلحت شما در نظره. حکیم میداند و دیگه جواب حاکمانه مگر تو نمیدانی که ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چه قادره و قادر هر دستوری بده، مقدور هر چرا داره، هر چرا نداره. تو بنده ای، او مالکه، تو مخلوقی، او خالقه، خالق هر دستوری بده تو هر چرا نداره. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، نمیدانی؟ ببخشید جواب اول حاکمانه، این جواب دوم هم حاکمانه. تو مگه نمیدانی که خدا الله دو اختصاص دارد، ریاست آسمان ها و زمین، این صاحب ریاست، این مالک کل، امروز این دستور میده فردا اون دستور میده، تو چیکار داری؟ مالک آسمان ها و زمین هر دستوری بدهد تو حق چرا نداری؟ تو چیکار هستی که چرا بگی؟ الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. شما خود شما که هیچی، شما هم شفیع بارگاه خدا نداری، ما لكم من دون الله، نیست برای شما غیر از خدا هیچ کارسازی و هیچ مددگاری. کارسازونه که بلا و مشکلات برای شما نگذاره بیاید و نصیرونه که بلای وارده را سر شما دور کنه، شما نداری. شما غیر از خدا کارسازی، حاجت روایی، نافع و ضاری نداری. پس جلوی خدا تسلیم باشید. حکومت خدا هست، هر حکمی بدهد تو حق چرا نداری. دیروز میگذاشت شراب تو خود امروز نمیگذاره، میتونه بگی چرا؟ دیروز من چرا میگذاشتی بکنم شراب امروز نمیگذاره؟ حق چرا داره؟ نه. و الان دکترا کسی بگه که تو اول به من اجازه میدادی که من ماسک بخورم، من چرا نمیگذارم؟ میگه الان برای ضرر داره، طبیعت تو کاملا عوض شده به خاطر این دوا، ماسک را مسموم میکنه. حق چرا نداره؟ نه، طبیعت عوض میشه. پس طبیعت ساز مالک خالق الله، مصلحت شما را شما بهتر میداند، او حاکم مطلقه. خب از این کانال کارشون جلو نره، از کانال دیگر وارد شدن. شروع کردن سوال پیچیده، یک سوال دیگر سوال دیگر سوال. سوالان شما میخواهید رسول را سوال کنید بیجا، همانطوری که موسی کریم الله سوال کرده شد. موسی را گفت لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتا، خدا را جلوی چشم ببینی من میاد. فاخذتهم الصاعقه، سوال پیچی شروع شد. منافقین بودن لیکن به شکل مومن کلمه میخوانه به مسجد میاد. اگر منافق همین میگه اظهر الایمان و ابطن الکفر، شروع کرده سوال. الله تعالی گفت حق نداری سوال کنید، گوش محض، هر دستوری پیغمبر من میدهد شما اطاعت میکنید، تا دستور نمیده سکوت، فقط گوش باشید، حق سوال نداری. بعضی سوالات جواب تندی برش می آید، شما نمیتوانید تحمل کنید، کافر میشید.
مثلا یکی گفت پدر من کی؟ گفت پدرت مشخصه، همین که مردم میگم پدرت تو، پدرت هست. حالا دیگه پدری برای تو قرآن بیان کنه که دماغت خراب میشه، نمیشه. این خاطر قرآن گفت حق نداری سوال کنی، قرآن داره نازل میشه، جوابی مطابق میل شما نمیاد کافر میشی، به نفع شما هست نیست، حق نداری سوال کن. حین ینزل القرآن هم تريدون تحذیر از عواقب، اراده داری سوال کنید از رسول مبارک، همانطوری که سوال کرده شد موسی قبلا، و هر که سوال کرد و سوال جوابش مطابق میل نآمد، قبول نکرد، کافر میشه. شما بعد از اظهار ایمان میخواید کافر بشی؟ و من یتبدل الکفر با سوالهای غیر منطقی و جوابهای غیر مترکب بالایمان کفر کرد، تبدیل کرد کفر به عوض ایمان، تو فقط ضل سواء السبیل، او از راه مستقیم و از راه راست او گمراه میشه. الله سبحانه و تعالی میگه صحابه پیغمبر هوشیار باشید، منافقین به شکل ایمان یهود اظهار ایمان میکنن، میان شبهات میاندازن و شما را نسبت به پیغمبر یا قرآن یا به چیز دیگر بدبین میکنن. ببینید این دشمنان مار در آستین شما شبهه و شکوک و غیره وارد میکنن و شما را مرتد میکنن. حواستون جمع باشه. ود کثیر من اهل الکتاب، دوست دارم بسیاری از اهل کتاب گوش و بله رشاری، رد کردن شما را بعد از ایمان کفارا، والله مصدریه هست نوشته شده که رد کنن شما را بعد از ایمان شما کافر کرده، در حال شما کافر باشید، یعنی با ایراد کلمات مهم شرک و کفر شما را میخوان مرتد کنن. چرا اینها میخوان ما را کافر کنن؟ الله تعالی میگه حسد، ما تکارشون کردیم که اینها با ما حسد میکنن، چینه دارن، حسدن میخوان شما را کافر کنن. ما تکاری کردیم که اینها میخوان ما را حسدن کافر کنن. فرمود من عند انفسهم، این حسد از نفس آنها نشأت گرفته، این حسد از آنها حرکت کرده، از خود آنها حرکت کرده. حسدن این حسد فائرا من عند انفسهم، فواره میزنن از نفس آنها، شما که به اینها هیچ بلاهی نرسانید، فواره میزنن. فائر از فور هست، از فواره هست. این حسد جوش میزنه از نفس آنها، یا این حدث منبعثا حرکت کرده از وجود آنها. این هم نادانستن من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اینکه حق برای اینها واضح شده، پیغمبر مشخصه، قرآن مشخصه، حق درخشیده. صحابه که عاشق ایمان بودن، چی بودن؟ عاشق ایمان. اینها دشمن ایمان ما هستند و صحابه عاشق ایمان نبودن. و زین فی قلوبهم الایمان، ایمان را در دل صحابه مزین کرده بود. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، و صحابه همه چیز را به خاطر ایمان فدا نکرده بودند، زن را، بچه را، وطن را، خانه را، کاشانه را، تجارت را. وقتی قرآن میگه که اینها میخوان شما را کافر کنن، صحابه به جوش نمی آمدن، شمشیر به دست میگرفتن، از کفر دید بدن کردن. الله تعالی گفت فاعفوا واصفحوا، جوش نکنید، گوشم داشته باشید، چون که حکم جهاد هنوز نآمده. فاعفوا، این دشمنان مار در آستین را عفو کنید، واصفحوا، از این نجس ها اعراض کنید تا حکم خدا بیاید. حتی یاتی الله بامره، تا حکم خدا بیاید.
خدا حکمش را برای شما بیارد، اون زمان که شما را گفتید فضربوا فوق العنق دیگه بکوبید. هنوز حکم خدا نآمده. ان الله علی کل شیء قدیر. جوش زیاده، هوش هم باشه. حضرت شما میگید تو چرا هوش نمیکنی؟ من که جوشی ندارم. صحابه جوش داشتن، شمشیر به دست. اللہ تعالی کو فاقو وصفه حتی یاتی الله بامره ان الله علی کل شیء قدیر. خدا قادر است شما مستضعفین را بر این مستکبرین غلبه دهد. هنوز صبر کنید تا تعداد دیگر جمع بشه، بعد شما را خدا قادر بر هر شی. شما مستضعفین و بی‌دفاع را بر این سرزمداران یهود و نصارا قدرت میده. خدا قدرت بر بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع، خیبری ها، مکهی ها، طائفی ها، حنینی ها، بر همه این سردمداران کفر و شرک خدا صحابه را قدرت دادیند. ان الله علی کل شیء قدیر. خب تا روزی که حکم خدا می آید دو تمرین باید بکنید، تمرین بدنی و تمرین مالی. چرا؟ در جهاد هم باید مال بدید و هم جان بدید. اقیم الصلاة تمرین بدنی، آت و زکات تمرین مالی. این نماز و این زکات، این دو تا تمرین نفعش به خود شما برمی‌گردد. آنچه شما تقدیم میکنید برای خویشتن از خیر تجدوه عند الله، شما میابید نتیجه آن خیر را. نماز خواندید، روزه گرفتید یا زکات دادید، خیر عند الله میدید. معلوم میشه که قبل از مرگ انسان هر چی میکنه. ما نشستیم که بمیریم بعد برای ما جمعه اول شام بکنن. جمعه اول شام سه تا میان دیگه قاشقی میزنن و میبرن میریزن، تو چی گیر میاد؟ آنچه شما تقدیم میکنید هر جا اللہ تعالی دستور تقدیم داده نی، تقدیم دستور تاخیر نداده. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آنچه شما تقدیم میکنید از جهاد در حسنات شما هیچی کم نمید. نماز میخوانید، زکات میدید، این همه حسنات شما هستن. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. الله تعالی به آنچه شما عمل میکنید بصیره. هیچ عمل شما از خدا مخفی نمیشه، هیچ خیر شما از خدا مخفی نمیشه. اکنون شکوهایی از نصارا از این کانال هم اینها نتونستن از راه سعاد صحابه را منحرف کنند، از راه کلمات شرکی صحابه را منحرف کنند. صحابه دیدن که اینها چه منفعتی از رسول دارن که دور برش میگردن. پول این پیغمبر ندارد، ملک این پیغمبر ندارد، باغ این پیغمبر ندارد، بدگرمه این پیغمبر ندارد. چه چیزی این صحابه را عاشق کرده که از این پیغمبر فاصله نمیگیرن؟ همه عاشق پیغمبرن، گوش به فرمان پیغمبرن. تا پیغمبر میگه هر کس شمشیرش به دسته، پیراهنش پاره، از گرسنگی شکمش سنگ بسته است، نان برای خوردن نیست و در جبهه جنگ و در میدانهای مبارزه 24 ساعت دور بر این پیغمبر در مسجد النبی حاضرند. چیزی اینها را متوجه شدند اینها همه عاشق جنت هستند، فقط اینها جنت میخوان. پیغمبر مژده جنت اینها میده، نان برای خوردن ندارن، لباس برای پوشیدن ندارن، خانه ندارن، کاشانه ندارن، تجارتی ندارن، لیکن عاشق جنت شدند. جنت اینها را اینقدر مست و نشه کرده.
و خوف جهنم. اگر اینجا گرسنه این جنت میریم سیر میشیم، اینجا لباس خوب نداری جنت، اینجا که خانه نداری تو مساکن طیبه فی جنات عدن، اینها را خوشحال کرده، اینها در عشق جنت این همه فداکاری میکنن. بی ایمان ها شروع کردن سخنرانی را که جنت مال یهودی یا نصرانی، غیر یهودی و نصرانی بھی کسی به جنت نمیره. لہذا اون تبلیغ پیغمبر و مجده که ابوبکر فی الجنت، عمر فی الجنت، عثمان فی الجنت، علی فی الجنت، بابا اینها تبلیغاتن. جنت در بس برای یهود و نصران، یهودی یا نصرانی جنت میره. تبلیغاتش شروع کردن. اللہ تعالی هم خوبی، اللہ تعالی میگه وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. اللہ تعالی میگه ببین پیغمبر من چطور تبلیغات میکنن، سخنرانی با با صدای رسا. لن يدخل الجنة، هرگز وارد بهشت نمی شود مگر آنهایی که یهودی باشند یا نصرانی. خب بی ایمانها قبل از پیغمبر با هم می جنگیدن. یهود می گفت کامیاب جنت مالی هم، نصارا می گفتن جنت مال نصارا، یهودی نمیدن. یهود نصارا را می گفت دینی ندارد یعنی جنت نمیده. نصارا یهود رد می کرد. وقتی محمد رسول الله آمد در یثرب اینها جبهه مختلف متحد شدند. ها الان میزنن خود را، جبهه مختلف میکوبی دورا. وقتی محمد رسول الله آمد جبهه متحد تشکیل دادن، جبهه شما، جبهه متحد اسلامی. حالا اسلامی شخص شده جبهه متحد. ها و جبهه متحد اسلامی بود. امریکا که آمد جبهه متحد اسلامی شن هست. اللہ تعالی میگه ببینی خبیثا را چقدر دروغ میگن. تلک امانیهم، این دعوای بدون دلیل است. قل بگو پیغمبر وی ملاهایی که با صدای رسا سخنرانی میکنن، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. هاتو آتو بوده، اینها اضافه شد. برای شما گفتم برید که اینه بگید این چه صیغه استفابیه. دیگه همه میرفتی در کلاس استاد اینجا من تنها میگویم برای شما صیغه را هم خاتو آتو هست. قرآن کو بگو بین بی ایمانها شما میگید جنت در بس برای یهود و نصاراست. هاتو برهانکم، جنت در اختیار حضرت علی، هر کس را بخواه میخواه میبره جنت. دوستان خود را در جنت وارد میکند، دشمنان را در جهنم میبره. معلوم نیست دوست حضرت علی کیه. همین بی ایمان چرسی، بنگی، شرابی، تلویزیونی که 24 ساعت روی کارتون تلویزیون نشسته، این دوست علیه. اونی که نماز بخانه، روزه بگیره، ریشم بگذاره، او علوی نیست. ها عجب کاری در دنیا. حالا قرآن با بت حرف میزنه یا با یهود و نصارا حرف میزنه؟ قل هاتو برهانکم، و بی ایمانا دلیل بیارید، ان کنتم صادقین. از سرفنده های هاروتی و ماروتی ما دلیل نمیخواهیم، از قرآن دلیل میخواهیم. بیارید دلیل از قرآن که حسابدار جنت و جهنم حضرت علیه یا شیخ عبدالقادر جیلانیه یا حتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم هست. هاتو برهانکم، دلائل بیارید.
خواهی، نه از کتابهای مجلسی. هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. هر دعوایی کند دلیل از قرآن بیاره. و اینجا قرآن گفت هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. برهان چیه؟ این همه کتابهایی که به سلیمان نسبت اینها دلیل نیستن. نه، قرآن فرمود فاتوا بالتوراة فاتلوها. برهان چیه؟ و بی ایمانها تورات بیارید، بخوانید تورات را که جنت برای یهود و نصارا در بست است. امروز هم بی ایمان یهود و نصارا همین اعتقاد را دارند که جنت از آن یهود و نصارا است، لہذا هر شما مسلمان بکشید اینها به جهنم میرن. اعتقاد اینها همینه. بوش همین اعتقاد را دارد، شارون هم همین اعتقاد را دارد. جنت مال خود میداند. الله تعالی گفت این آرزوی بدون دلیل. دلیل بیاری. دلیل چیه؟ تورات بیاری. تورات روز هنوز چیزی بود، الان که تورات بود. اون زبانی که تورات نازل شده در دنیا نمانده. بله میرن جنت، دیگران هم میرن. شرایط جنت یهودیت و نصرانیت نیست. من اسلم وجهه لله. هر کسانی که تسلیم کنن چهره را خاص برای الله، هر آستان و هر عتبه را سجده نکنن، چهره فقط برای خدا بیاید. هر سنگ و هر چوب و هر در و هر پیکر را اینها بینی نمالند. و هو محسنون. این سجده ها تنها برای خدا مخلصانه باشن، منافقانه باشن. پس برای او اجر هست نزد ربش، خوفی نیست بر آنها. اینجا لفظ رعایت کرد در اسلم وجهه و هو فله اجره عند ربه، در لا خوف علیهم مانا را گرفت. هر آن کسانی که چهره را برای خدا تسلیم کنند، یعنی که مطیع امر خدا باشند و از صمیم قلب محسن منه اخلاص داشته باشند، از صمیم قلب نیکی کنند، برای آنها اجر آنها نزد رب هست. این شرایط جنته. نه یهودیت شرط جنته، نه نصرانیت. تسلیمی در برابر حکم خدا شرط جنته. اعتقادا عملا برای خدا تسلیم میشوند شرط جنته. خب اجر آنها هست، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه خوفی برای آنها هست، نه برای دیگران مغموم میشن. این شکوه اول که قرآن عظیم و شان ردش کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.